سلام دوستان گرامی، امروز این ویدیو رو برای راننده‌های حرفه‌ای درست می‌کنیم که تصمیم مهاجرت به آلمان رو دارن. من مرسد عباسی هستم، 29 ساله که در آلمان زندگی می‌کنم، اینجا کار می‌کنم و تقریباً 5 سال هستش که شرکت مهاجرتی رو دارم و پرستارها، پزشک‌ها، تمام افرادی که تو بیمارستان‌ها کار می‌کنن رو به تعداد خیلی زیادی به آلمان آوردیم و 1 سال و نیم هستش که پروژکت راننده‌های حرفه‌ای رو شروع کردیم و تعدادی از اینها اومدن. تقریباً 5 ماه هستش که در آلمان با خانواده‌شون زندگی می‌کنن و کار می‌کنن. فرق بین مهاجرت راننده‌ها و تمام افراد تخصصی دیگه‌ای که مهاجرت میکنن این هستش که همه متخصصها اول به کشور وارد میشن، اینجا با جامعه، با زبان، با تحصیلی که دارن و تخصصی که دارن بیشتر آشنا میشن و بعد امتحان میدن و تحصیلشون رو برابر میکنن با تحصیل آلمانی. ولی چون که قوانین راننده‌های حرفه‌ای زیر قانون اروپا و زیر قانون آلمان هستش، سیستم مهاجرت راننده‌ها خیلی سخت‌تر، طولانی‌تر و سنگین‌تر هستش. به خاطر اینکه راننده‌ها وقتی که وارد کشور میشن اول باید دوره‌هایی رو بگذرونن که با این دوره‌ها بعداً بتونن توی شغل خودشون کار بکنن. تا وقتی که این امتحانات تکرار میشه توی آلمان، امتحانات گواهینامه، دوستان توی شرکت‌های بزرگی که ما براشون قرارداد کاری میگیریم کار میکنن، کمک راننده هستن و وقتی که امتحانات داده شدش و گواهینامه‌شون اروپایی شد، آلمانی شد، میتونن تنهایی تلری رانندگی بکنن. این یکی از فرق‌های خیلی بزرگ هستش و اداراتی که این موضوع رو کنترل میکنن خیلی بیشتر هستش تا تمام شغل‌های دیگه. این دلیلی هستش که در آلمان و در اروپا خیلی کمتر تصادف ایجاد میشه، به خاطر اینکه دوره دیدن این گواهینامه‌ها و امتحاناتش توی آلمان سخت هستش. چرا شما باید گواهینامه ایرانی رو داشته باشین و بعد میتونین به آلمان مهاجرت بکنین در صورتی که این گواهینامه اینجا ارزشی نداره؟ این یکی از سوالاتی هستش که خیلی پرسیده میشه. گواهینامه پایه یک شما یکی از مهمترین نقطه ها هستش برای شرایط مهاجرت به آلمان، چون که این تنها سندی هستش که ما میتونیم به کارفرما نشون بدیم که شما در رشته خودتون تخصص دارین و فقط میخواین بیاین اینجا امتحان بدین و بعد راننده هستین و مجبور نیستین تمام این دوره‌های سخت رو پشت سر بذارین تا اینکه بتونین در شغل خودتون اکتیو بشین. یکی از موردهای دیگه این هستش که دولت آلمان مهاجرت رو برای تمام رشته‌ها و برای رشته رانندگی سن رو برای یکی از مهمترین شرایط قرار داده که خط قرمز سفارت آلمان در تهران 45 ساله هستش. یعنی که آخرین فرصتی که شما میتونین این تصمیم رو بگیرید و شروع بکنید به یادگیری زبان آلمانی تقریباً 42 سال، 41 سال، 42 سال هستش که حداقل 1 سال، 1 سال و نیم وقت احتیاج دارین که زبان آلمانی رو یاد بگیرین تا بتونین بعد مهاجرت بکنین. این یکی از شرایط‌های خیلی مهم هستش و چرا این دولت این موضوع رو خیلی براش مهم هستش؟ به خاطر بیمه بازنشستگی هستش که شما باید حداقل رزومتون جوری باشه که حداقل بتونین توی آلمان 20 سال کار بکنین و اینجا بازنشستگی مناسبی رو بگیرین. در مورد زبان صحبت کردم. چرا زبان؟ امتحاناتی که در آلمان هستش به زبان
آلمانی هستش، باید این امتحانات به زبان آلمانی داده بشه. به خاطر همین باید سوالات رو متوجه بشین. ما با شما در کنار زبان آلمانی برای امتحان زبان آلمانی زبان تخصصی رانندگی رو کار میکنیم که وقتی که وارد آلمان شدین مدت خیلی کوتاهی رو لازم داشته باشین که با اپلیکیشن ها سوالات رو بتونین جواب بدین و بعداً اجازه داشته باشین که برین امتحان تئوری و عملی رو بدین. امتحانات تئوری امتحانات ماشین کوچیک که به آلمان میشه فیوغرشاین کلاس B، سه که تلری هستش و سه رو میتونین در یک روز انجام بدین. ما شما رو پشتیبانی میکنیم تمام مدتی که تو ایران هستین، شما رو همراهی میکنیم که وقتی که اومدین آلمان زیاد وقت مصرف نشه، چون که گواهی نامه‌ای که با خودتون میارین فقط 6 ماه مهلت داره و بعد از اون میریم برای امتحان پراکسیس B و سه رو میتونین در یک روز بعد از چند هفته پشت سر بذارین. این جواب چرا زبان آلمانی. در کنارش که شما نمیخواین توی آلمان فقط کار بکنین، شما میخواین زندگی بکنین برای آینده سازیتون، برای امروزتون، برای کار شخصیتون این زبان احتیاج دارین و خیلی ها میگن زبان خیلی سختی هستش. درسته سخته، ولی ما همه یاد گرفتیم. شما هم حتما میتونین این زبان رو یاد بگیرین تا بتونین امتحانا رو قبول بشین. گواهینامه آلمان در آلمان 2 تا قسمت هستش. یکی قسمت گواهینامه هست برای کشورهای اروپایی که زیر قانون اروپا هستین، باید انجام بدین. 140 ساعت باید دوره ببینین و بعدش امتحانش بدین. برای این امتحان ما شما رو آماده میکنیم. این هزینهش خیلی بالا هستش در کنار اون امتحاناتی که اینجا باید بدین و اون امتحانا رو پشت سر بذارین. هزینه این امتحانات رو کارفرما به عهده میگیره و این کارفرما در کنار این مسئولیت قبول میکنه که شما از روز اول در آلمان حقوق دارین. اگه حقوق نداشته باشین، سفارت به شما ویزایی که ما تو آلمان گرفتیم، پیش ویزایی که ما تو آلمان گرفتیم رو به پاسپورت شما نمیزنه و از دوباره اینو کنترل میکنه که آیا شما میتونین در آلمان هزینه های خودتون رو پرداخت بکنین، در کنارش 50% هزینه بیمه رو بدین، 50% دیگر رو کارفرما میده و داخل قراردادی که ما برای شما میگیریم بیان شده که شما اینجا حقوق دارین، چند روز تعطیلی با حقوق دارین و مریض شدین حقوقتون رو بهتون پرداخت میکنن. میتونین با این حقوق کرایه خونه‌تون رو پرداخت بکنین. ما موضوع خونه رو پیش حل باید بکنیم. تمام این مدارک رو که روز آخر سفارت احتیاج داره، ما از روز اول وقتی که با ما قرارداد میبندیم ما این رو آماده میکنیم و هرگز اتفاق نیفتاده که ما کسی رو بفرستیم سفارت و این ویزا ریجکت بشه، ویزا به پاسپورت طرف نچسبه. حقوق شما در آلمان، چون که ما دقیق نمیدونیم که شما کی میاین، دقیق نمیدونیم سطح زبانتون چقدر هستش. شما از روز اول برای قراردادی که دارین رانندگی نمیتونین بکنین، اینجا نیستین که امتحانی کار بکنین. از روز اول نمیتونیم انتظار خیلی بالایی داشته باشیم برای حقوقتون، ولی اینکه باید حقوق شما تقریبا از 2300-400 شروع بشه تا میتونیم، بستگی داره به اون شرکتی که بتونیم ازش قرارداد بگیریم، میتونه تا 3500 تا باشه. حقوق شما 100% بعد از پشت سر گذاشتن امتحانات با هزینه هایی که کارفرما برای رانندگی میده، با هزینه هایی که در روز اگه راه دور برین رانندگی بکنین یا اینکه داخل شهر، اینها بستگی به
به راهی که شما میرین هستش. در روزه از دوباره به شما در کنار خیلی چیزهای دیگه به شما تعلق میگیره که حقوقتون اتوماتیکی بره بالا. حقوق اول فقط حقوقی هستش که شما در دوره آموزش و تکرار امتحان گواهی نامه هستین. نکته مهم دیگه‌ای که میخوام به شما بگم قرارداد کارفرما هستش. کارفرماهایی که ما تا حالا گرفتیم از 70 تا تلری داشتن تا 1000 تا تلری و بستگی داره که بتونیم اون موقعی که با مدارک شما جلو میریم بتونیم با کی قرارداد ببندیم. هدف ما این هستش که شرکت‌های بزرگ باشن و اینا کارگاه‌های خودشون رو داشته باشن، ماشین‌های بزرگ خودشون رو داشته باشن. خیلی از راننده‌های حرفه‌ای که تو ایران کار میکنن تخصص مکانیک دارن، توی کار مکانیکی بتونن کار بکنن تا وقتی که بتونن گواهینامه آلمانیشون رو گرفته باشن. آیا تنها مهاجرت میکنین یا اینکه میخواین از روز اول با خانواده باشین؟ این تصمیم شخصی شما هستش. ما به این تصمیم احترام میذاریم. هر خانواده تصمیم خودش رو میگیره. پیشنهاد ما این هستش که شما تنها بیاین و امتحانا رو اول پشت سر بذارین، چون راه‌های اول، هفته‌های اول سخت و پیچیده هستش. وقتی که این امتحانا رو پشت سر گذاشتین و 100% میدونین که موفق شدین، ما در کنار شما هستیم. ویزای خانواده رو به شما پشتیبانی میکنیم که اون ویزا رو بگیرین و خانواده‌تون خونه بزرگتر آماده میکنیم با کمک شما و خانواده‌تون میتونن بیان. قوانین ارزش خانواده و با هم موندن خانواده یکی از بزرگترین و مهمترین قوانین توی آلمان هستش و هیچ شکی نداشته باشین که شما میاین و ای وای خانواده‌مون نمیتونم بیارم. همچین چیزی اصلاً ممکن نیستش. هدف آلمان این هستش که با تمام متخصصانی که به این کشور با ویزای کاری به آلمان مهاجرت میکنن، این ویزای کاری رو ما توی آلمان میگیریم و اینو میفرستیم سفارت آلمان در تهران. این خیلی خیلی ارزشش بالا هستش و این ویزا در بیان میشه که شما میتونین خانواده‌تون رو با خودتون بیارین. هدف این هستش که شما مستقل باشین، قرارداد کاری داشته باشین، حقوقتون مشخص باشه تا بتونین زندگی و بیمه و کرایه خونه‌تون رو خودتون مستقل پرداخت بکنین و به دولت احتیاج نداشته باشین. این فرق ویزای کاری با تمام ویزاهای دیگه هستش. یکی از چیزهایی که برای من خیلی شخصا خیلی مهم هستش و همیشه خیلی تکرارش میکنم تجربه کاری شما هستش. چرا تجربه کاری؟ شما وقتی که قرارداد کاری میگیرین، ما که شرکت آلمانی در آلمان هستیم به کارفرما گارانتی میدیم که شما به تخصصتون خیلی میتونین، نمیدونم الان به فارسی چی میشه، زیشهایت دارین، یعنی که خیلی کارتون رو بلد هستین و تو این دوره کوتاه توی این امتحانات مثلا دنده عقب رانندگی کردن رو، پارک کردن رو، با ماشین اتومات سوار شدن رو، اینا رو نمیخواین یاد بگیرین از اول. شما اینو تسلط میخواستم بگم، به شغل خودتون تسلط دارین. به خاطر همین ما برای کسانی قرارداد کاری میگیریم و این راه رو باهاشون میریم که واقعا بگن که من تلری 40 تنی رو تسلط دارم و نمیگین که من تصمیم دارم گواهی نامه پای 1 بگیرم، من میخوام. میتونین، ولی اینکه توی پروژکت
بعدی نمیتونین شرکت بکنین، اشکالی نداره، میتونین یاد بگیرین، میتونین این گواهینامه رو بگیرین، تجربه رو درست بکنین. ولی اینکه الان امروز ما فقط با کسانی قرارداد می‌بندیم که مطمئن باشیم که این دوستان تسلط دارن که وقتی که معلم رانندگی اولین بار پیشتون نشستش متوجه بشه که شما متخصص این کار هستین و فقط مدرک ندارین، شما تجربه دارین و میتونین توی این کار اینجا موفق بشین. فقط مهاجرت کردن هدف ما نیستش، مهاجرت موفق خیلی مهمه. تمام دوستانی که تا حالا متوجه شدن که کاری که ما داریم میکنیم رایگان نیست، چون که هزینه این پروژکت برای 2 سال همراهی تمام این کارها، گرفتن قرارداد کاری، ویزا، اجازه کار، تمام کارهایی که شما وارد کشور بشین و تمام کارهای اداری 1 سال اول که ویزای سال اول 1 ساله تمدید بشه، تمام این هزینه به عهده شما هستش. کارفرما وظیفش این هستش که گواهی نامه شما رو تو اروپا پرداخت بکنه، به شما حقوق بده و پشتیبانی بکنه که شما بتونین کار بکنین، حقوق داشته باشین و در کنارش گواهی نامتون رو به آلمانی و اروپایی تمدید بکنین. این هزینه به عهده کارفرما هستش. وظیفه ما این هستش که همچین کارفرمای مناسبی برای شما پیدا بکنیم که این راه رو با شما بره. در کنارش باید علاقه به زبان داشته باشین. خوب هستش که حداقل دیپلم زبان فارسی رو تو ایران داشته باشین و اگه یکم انگلیسی بلد باشین کمکی هستش برای سریع‌تر یاد گرفتن زبان آلمانی. و اگه سنتون مناسب هستش و در این قاب هستش، لطفاً PDF پاسپورتتون رو و پاسپورت خانواده‌تون رو برای ما ارسال بکنین از طریق ایمیلی که زیر این پست نوشته میشه که ما بدونیم اسم شما چجوری نوشته میشه، تاریخ تولد شما کی هستش به میلادی و برای شما قرارداد درست میکنیم، برای شما میفرستیم. قبل از اینکه ما برای شما قرارداد بفرستیم شما رو دعوت میکنیم به یک میتینگ و اگه لازم باشه اطلاعات بیشتری در خدمتتون میذاریم. امیدوارم که برای کسانی که مهاجرت براشون یک علامت سوال هستش بتونم با این ویدیو و در میتینگ آینده که شما را دعوت میکنم یک اطلاعاتی باشه که بتونین ازش استفاده بکنین و با همدیگه در ارتباط هستیم. موفق باشین و خدا نگهدار.